بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام مردم، الهی حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون یاد خدا از شبکه قرآن و معارف سیما. ما به دعای شما همچنان توفیق رفیقمون هست در محضر امامزاده موسی مبرقع که فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه علیه السلام هستند مشرف هستیم. این ذریح مطهر که میبینید ذریح مطهر 40 ستاره فروزان آسمان ولایت هست که همه از نوادگان امامزاده موسی و حضرت جوادالائمه علیه السلام هستند. اینجا آرمیدن و خاک این قسمت از شهر قم رو به قدوم خودشون زینت دادن و به پیکر مطهر خودشون. یه قدری اون طرفتر هم ذریح دیگری هستش که در واقع مزار امامزاده زید هست که از نوادگان امام چهارممون حضرت سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیهم السلام هستند. امیدوارم که این مجموعه که همش در یک بقعه است به نام بقعه امامزاده موسی مبرقع در شهر مقدس قم، شما هم اینجا مشرف بشین و زائر با معرفتشون باشین ان شاء الله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد رمزی اوحدی عزیز، خیلی خیلی خوش آمد. خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی همکاران بزرگوارتون و بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت خودم را تقدیم میکنم و برای اونها نیکبختی و سلامتی از خدای بزرگ میطلبم. زنده باشید، محبت دارید. خیلی ممنونم. ما سراپا گوشیم و اینکه راهکارهای تربیتی هم می‌رمونیم در ایام بارداری مادرها رو فرمودین، بعدش در دوران طفولیت و کودکی رو هم اشارت‌هایی داشتین هفته گذشته. امروز هم در خدمتیم، اونچه که صلاح می‌دونید بفرمایید استفاده. بزرگوارید. ببینید جناب آقای قوامی، یکی از دستوراتی که خداوند متعال به ما داده در سوره مبارک انسان آیه 8 مفهومی رو داره خداوند به ما منتقل میکنه که برید در خونه اهل بیت یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیر. خداوند میتونست این آیه رو نیاره، این صحنه رو برای ما نشون نده تو قالب این آیه. داره میفرماد که یتیم و فقیر و اسیر رفتن در خونه حضرت مولا امیرالمؤمنین، دست خالی بر نگشتن. این یک، یعنی شما برید در خونه علی صلوات الله علیه و اولادش دست خالی بر نمیگردید. یکی دیگه این که اینا که اومدن در خونه مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام گرسنه بودن، اگر یه قرص نان حضرت زهرا به اینا میداد اینا سیر میشدن، اما 5 تا قرص داد به اینا. غذای یعنی نان امام علی، نان خود حضرت زهرا، فزه امام حسن، امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین. یعنی کسی بره در خونه اهل بیت حداقل 5 برابر گیرش میاد. خدا تو این ماجرا داره به ما میگه به این خانواده توسل کنید، در این خونم برید. خب بریم چی؟ یاد بگیریم دیگه. چی یاد بگیریم؟ همینایی که میخوایم الان بگیم. پیغمبر اسلام فرمودن ادب و اولادکم، اولادتون رو ادب کنید علی حبی، بر اساس حب من پیغمبرتون و حب اهل بیتی و قرآن. قرآن هم مهمه چون قرآن با اطرت کنار همه. این نکته است که البته ما از این نوع احادیث با لغات مختلف داریم، بازم از رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو داریم. اما این جلسه من میخوام چی رو عرض کنم؟ میخوام این عرض بکنم که ما در ارتباط با قرآن اگر میخوایم قرآن رو بفهمیم باید نگاه کنیم به اهل بیت. پیغمبر داره به ما میگه که قرآن یاد بدید به بچه‌هاتون. شخصی به نام غالب پسر سعسعه میگه اومدم پیش امام علی علیه السلام، بعد از اینکه سلام علیک کردم با امام علی فرمودن شما کی هستی؟ گفت آقا من غالب هستم پسر سعسعه. حضرت مولا فرمودن که خب این نوجوان کیه؟ گفتم آقا این فرزدقه، پسر منه. امید دارم که شاعر قهاری بشه و شعر بهش دارم یاد میدم. حضرت فرمودن که قبل از شعر یاد دادن به او قرآن یاد بده که برایش از شعر بهتره.
اینو ابن ابوالحدید تو شرح نهج البلاغه جلد 10 آورده. تو کنز العمال هم حدیث 4026. پیغمبر چی دستور دادن اول عرایزم؟ فرمودن که قرآنم به بچه‌هاتون یاد بدید. امام علی هم اینجا به تبعیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داره به این آقا میگه به فرزندت قرآن یاد بده. بله. حالا چرا قرآن باید به بچه‌هامون یاد بدیم و چی از قرآن یاد بدیم به بچه‌هامون؟ از کوزه همان برون تراوت که در اوست. این ضرب المثل ما ایرانی است. بله. وقتی شما ظرف ذهن بچه‌تون رو ابتداءً با قرآن نورانی کردید، این جمجمه تاریک فرزندتون رو با نور قرآن پرش کردید، از کوزه همان برون تراوت که در اوست. اگر شعرم بگه شعر قرآنی میگه، شعر عرفانی میگه، شعر حجو نمیگه. لذا امام علی به این آقا چی دستور داد تو این مواجهه؟ آقا به پسرت اول قرآن یاد بده، که بعد از اینکه میخواد شعر بگه رو معیار شعر بگه. ما به عنوان والدین تو این داستان میخوایم چی رو یاد بگیریم؟ میخوایم اینو یاد بگیریم که آقا ما وظیفه داریم به فرزندانمون قرآن رو یاد بدیم. تو نامه 31 نهج البلاغه هم حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن میفرمان من اول به تو قرآن یاد دادم. چرا این قرآن برای ما به عنوان یک اصل تربیتی محل توجه؟ به خاطر اینکه موضوعات تربیتی ما تو قرآن مطرح شده. امام صادق علیه السلام فرمودن که به فرزندتون سوره یاسین رو یاد بدید. چرا؟ چون حضرت صادق علیه السلام فرمودن ریحانة القرآن، گل قرآنه. قرآن همش شیرینه، معطره، مطهره، اما حضرت اینجا بالخصوص اشاره دارن که سوره یاسین رو یاد بدید. آقا من به بچم چجوری یاسین رو یاد بدم؟ هیچی، خودت بلند بخون، آروم آروم بچت حفظ میشه. صوتشو موقعی که سر حال هست بگذار، گوش کنه، آروم آروم حفظ میشه. همین بچه کوچولا سرود جمهوری اسلامی ایران رو حفظن در حالی که سوادم ندارن، ولی به شکل شنیداری حفظ شده. قرآن وقتی تو جان کسی جاری شد یه برکاتی داره. چرا اینقدر ما تأکید داریم و امام علی تأکید دارن که آقا قرآن؟ من داشتم به این فکر میکردم که اگر به بچه به تعبیر شما اول قرآن یاد بدی، یعنی درس دین بدی، درس دین در قرآن اومده دیگه، کتاب اسلامه، قرآن رو یاد بدی، اون وقت بعدش شعر یاد بگیره، کلاس زبان بره، کلاس آواز بره، کلاس طراحی و خطاطی بره، استعدادی که داره بروز بده در جهت تبیین و ترویج و نشر اون معارف قرآنی و اهل بیتی قرار خواهد گرفت. مثلا کلاس زبان میره توی کشور خارجی، از اون زبانی که یاد گرفته استفاده میکنه در جهت نشر معارف الهی، یا خطاطی یا طراحی یا نقش. میشه کسی مثلا آقای فرشجیان، میشه مثلا کسی که سینه‌ش اون کوزه وجودش پر شده باشه از منطقه اینجوری. اما اگه اول اینو یاد نگیره، اون بره سراغ اونها، معلوم نیست بعد این اتفاق بیفته. فکر می‌کنم یکی از مهمترین دلایلش همین باشه. بله، به ظرافت بیان فرمودید. ولی بالاخره یک واکسنیه، یه نوران واکسنیه که تزریق میکنید نور رو تو روح بچه. احسن. این که روح بچه رو شما بتونید تمیز نگهداری مهمه. ما رو این درنگ کنه بابا تمیزی روح یعنی چی؟ روح با چی تمیز میشه؟ با چند چیز. یکی با گریه. دیدید طرف میگه گریه کردم سبک شد. بله. یکیش همین تلاوت قرآنه، چون بهار دل هاست. دوستانی که دوست دارن این مبحث رو دنبال بکنن، پیشنهادم اینه که زندگی آقای دکتر پروفسور حسابی رو بخونن. پسر ایشون کتابشون نوشته. آقای دکتر حسابی در دوران کودکیشون با مادرشون در لبنان رها میشن، یعنی دیگه نمیتونن برگردن ایران، زیر یه راپله زندگی میکردن. عجب. بله، خیلی شرح دردناکی دارن. مادر ایشون فلجم میشه به خاطر مشکلاتی که اونجا داشتن، زیر یه راپله. بعد فرزندانشون رو آقای دکتر حسابی رو میفرستن مدرسه مسیحیات تو لبنان دیپلم میگیرن. اما این مادر با ذکاوت
چون سر سفره اهل بیت نشسته، میگه بچه هم شب که می اومدن منزل باشون قرآن کار میکردن. بعد ببینید در کهولت سن آقای دکتر حسابی روزی چند جز قرآن میخونده و میگفته من هر سری قرآن رو میخونم نتایج و برداشت های فیزیک معابانه از قرآن به دست میارم. یعنی از زاویه فیزیک دارم بررسی های فیزیکی دریافت میکنم. و این مادر مراقبت داشته به حدی که بچه ها تو دبیرستان مسیحی ها معارف مسیحی ها رو داشتن میخوندن، اما شب می اومدن منزل ایشون باشون قرآن کار میکرد، دیپلم میگرفتن. یکی از دروسشون هم معارف بینش دینی که ما داریم تو دبیرستان. بله. اونا مثلا درس زبان انگلیسی داشتن، ریاضیات داشتن، مثلا فرض بفرمایید تاریخ داشتن، یه درسشون هم معارف مسیحی ها بوده. بعد این مادر با همین قرآن خونی این بچه ها رو چیکار میکرد؟ بالانس معنویشون میکرد، روحشون رو تمیز نگه میداشت. چون پدر ایشون آقای دکتر حسابی و مادرشون رو تو لبنان رها میکنه میاد، بی پولم رهاشون میکنه و اینا با مشقت هم بزرگ میشن. و آقای دکتر حسابی شما نگاه میکنید چقدر علاقه‌مند به قرآنه. مرحوم شهید صیاد شیرازی رو شما نگاه کنید، هست صوتش و تصویرش هست. ایشون میفرمایند دوره شاه من رفتم دوره توپخانه رو در آمریکا بگذرانم. ایشون میگفت اونجا همه چی اوپن بود، مشروب، فساد، فحشا. بعد ایشون میگفت من در طول مدتی که در آمریکا بودم اصلا احساس نمیکردم رو زمین دارم راه میرم. به واسطه اینکه از دوران جوانم روزی یه صفحه قرآن میخوندم، اونجا روزی یه صفحه قرآن میخوندم. اون فساد به ایشون سرایت نمیکرد. روزگار ما از دوران حضرت نوح طوفانی تره، اما ما کشتی نجات داریم، قرآن ناطق داریم. این یه تعبیر لطیف و زیبایی بود که آقای حسن زاده آملی رحمت الله علیه تو کتاب الهی نامشون داشت که روزگار ما الهی، روزگار ما از روزگار حضرت نوح طوفانی تره. خنک اون کسی که به قرآن و اهل بیت پناه بیاره. پس چرا امام علی این همه دارن تأکید میکنن که آقا به پسرت میخواد شاعر بشه قرآن یاد بده؟ حالا الان برعکس بعضی از خانواده ها بچه‌شونو چندین نوع کلاس‌های غیر ضروری رو بهش تحمیل میکنن. وقتی یک کسی من گفت آقا من بچه‌مو بذارم کلاس زبان، گفتم به دو شرط. یک، جبران عقب افتادگی‌های روانی خودت رو بچت جبران نکنی که بخوای پوز بدی بین فامیلات که آقا این بچه من زبان انگلیسی یاد گرفته، اینجوری بخوای با این بچه حس شکست‌های خودت رو جبران کنی. تحمیل نکن اگه بچت دوست داره. دو، اگر بچت علاقه داره. سه، شما قبل از این که بخوای این بچه رو کلاس زبان ببری ضرورت داره که چیز دیگه‌ای به او یاد بدی و اولویت‌های حدیثی ما اینه که اول به بچه قرآن یاد بدی. چون بعضی از پدر مادرها با این معیار محاسبه میکنن، خودشون یه سری مشکلات و عقب افتادگی هایی دارن از نظر روحی و روانی، میخوان با شاخص کردن بچه به بچه تحمیل میکنن تو سن 5 سالگی زبان فرانسه یاد بگیر، اینو یاد بگیر، اینو بگیر، پوزشو مامانه بده. بچه داره داغون میشه ها، از نظر روانی داره داغون میشه. هی تحمیل. خب این چه جریان غلطیه که بعضی از خانواده ها دارن دنبال میکنن. پس اون چیزی که برای ما مهمه اینه که امام علی علیه السلام تو فرازهای مختلف مبحث قرآن تاکید داشت. خیلی تأمل برانگیز. الحمدلله که ما قرآن داریم و خدا کنه که این قرآن و مفهوم قرآن در شؤون و مختصات مختلف زندگی من شما جاری و ساری بشه و عملیاتی بشه به حق خود قرآن. الهی آمین. بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه 8-9 دقیقه تا پایان برنامه باقی مونده. همچنان خدمت استاد رمزی احدی هستیم با افتخار فراوان و اینکه ما موظفیم به فرزندانمون قرآن بیاموزیم. این یکی از بهترین روش‌های تربیتی فرزندان ما هست که استاد دارن بهش اشاره میکنم با توجه به کلمات امیرالمومنین. عرض محضرتون یکی از سیره های زیبای امام علی علیه السلام تو بخش حکومت، این زیبا زیستن ها رو اینا به ما یاد دادن. این خانواده به گردن ما خیلی حق داره. برای همین ما خداوند تو قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
یکی از زیبایی‌های دوران حکومت امام علی علیه السلام این بود که برای حافظان قرآن مقرری ماهانه تعیین کردن و به اینا حقوق میدادن، برای اینکه رغبت عمومی رو در قرآن و توجه به قرآن رو تو جریان جامعه جاسازی کنن، یعنی یه حرکت اجتماعی به وجود بیارن. رو همین معیار مقام معظم رهبری هم دستور دادن که ما بایستی حافظ قرآن هامون زیاد بشه تعدادشون. ما تو سیره حکومتی و سیره تربیتی امام علی علیه السلام ببینیم قرآن خیلی پررنگه. من بازم مصادیقی رو دارم ولی میخوام به مطالب دیگه‌ای بپردازم که مهمه. اون چیزی که مهمه اینه که ما فرزندانمون رو تو بخش قرآن در دوران کودکی یکی از راه‌های انسگیری فرزندانمون با قرآن همون بیان داستان‌های قرآنیه. جلسات قبلم عرض کردم، الانم از باب تاکید عرض میکنم، داستان‌های قرآن 2 تا ویژگی داره. البته چند تا ویژگی داره، من الان 2 تاش که صراحت خود آیه است رو عرض میکنم. خود قرآن به پیغمبر میفرماید پیغمبر ما داستان انبیا رو برای تو میگیم که قلب تو تثبیت بشه. شما اگر برای بچه‌تون قصه قرآن رو بگید ایمان در او تثبیت میشه، توحید در او شکل میگیره، اعتماد به خدا در او شکوفه میزنه. مضافاً که داستان قرآن هم نوره، نور تو جان بچت جاری کردی. وقتی با یه پسر بچه مواجه شدم 4 سالش بود، جریان حضرت موسی رو و رد شدنش از نیل رو براش توصیف کردن. این پسر 4 ساله میدونید به من چی گفت؟ چی گفت؟ گفت که زور اینجا نیست، زور اونجاست. باریکلا. زور تو بازو نیست، زور پیش خداست. ببین توحید داره شکل میگیره تو بچه. لذا قرآن چون تصویر داره، والدین احتمام داشته باشن بچه ها رو با قرآن عجین کنن. چرا؟ چون تو روایت داریم وقتی در کودکی و نوجوانی کسی قرآن رو یاد بگیره، قرآن تو گوشت و خون و استخوانش نفوذ میکنه. یعنی چی؟ یعنی ایمان تو وجود این رسوخ میکنه. و ما نیاز داریم به این ابزار، ما باید اینا رو یاد بگیریم. امام علی علیه السلام در حکمت 73 میفرماد هر کسی خود رو میخواد پیشوای مردم بکنه باید قبل از آموزش دادن به مردم تربیت رو برای خودش آغاز کنه. اینجا امام علی میفرماد هر کسی میخواد پیشوای مردم بشه. شما که میخوای پدر بشی باید همین کارو بکنی، یعنی باید خودت بری سراغ قرآن، ظرفیت‌های قرآنی رو باش آشنا بشی، بدونی چه سوره هایی رو چه وقتی بخونید. مثلا میگم امام صادق علیه السلام فرمودن هر کسی سوره فتح رو بخونه از فساد و فحشای زن و بچهش جلوگیری میشه. ثواب الاعمال مرحوم ستون. همین روایت رو امام صادق در سوره نور فرموده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی سوره ملک رو حفظ کنه خداوند تو سینه ای که سوره ملک باشه اونو عذاب نمیکنه. حالا این به این معنا نیست که یه کافری هم بره سوره ملک رو حفظ کنه خدا عذابش نمیکنه، اینا یه قیوداتی داره. ولی من میخوام به شما عرض کنم با این حکمت 73 که از امام علی من استشهاد کردم، حضرت میفرمان تو میخوای پیشوایی بکنی، تو میخوای پدری بکنی، برو ابزار تربیتیت رو یاد بگیر. من یه وقتی نظریات و آراء تربیتی مقام معظم رهبری رو جمع آوری میکردم و جمعم کردم که اندیشه تربیتی مقام معظم رهبری چیه، اینا رو جمع کردم نوشتم. ایشون تعبیری که به کار میبرن اینه، میفرمان مادر بایستی آذوقه های معنوی داشته باشه. بعد خودشون هم توضیح میدن منظور از آذوقه معنوی یعنی چی. ایشون میفرمان داستانهای قرآنی بلد باشه و برای بچهش نقل کنه. عجب. این تعبیر آذوقه های معنوی از ابداعات کلامی ایشونه. یعنی یه مادر، همین حکمت 73 نهج البلاغه رو دارم میگم دیگه. امام علی میفرماد شما قرار مادر بشی، قرار شما پیشوای جامعه اسلامی بشی، شما قرار پدر بشی، خانمت باردار شده، چشمت روشن. حضرت میفرماد قبل از این که بخوای این فرزند رو تربیت کنی خودت برو ابزار تربیت رو یاد بگیر. بشین رو قرآن کار کن، بشین داستاناشو بخون. حالا فقط قرآن نه دیگه، عدل قرآن چیه؟ اطرت. تو حدیث ثقلین خداوند
پیغمبر چی فرموده؟ فرموده که قرآن و اطرت. قرآن و اطرت همون جوری که داستانهای قرآن تثبیت میکنه دل فرزند ما را، داستانهای زندگی حضرت سید شهدام دل دختر شما را تثبیت میکنه. داستانهای قرآن نور داره، داستانهای زندگی امام جواد هم نور داره. قرآن وقتی شما برای فرزندتون داستاناش رو میگید، نور توحید تو جان فرزند شما شعله ور میشه. داستان زندگی حضرت سجاد هم همین معنا رو برای فرزند شما میاره. فرزند شما اسمش هرچی هست، داستانهای زندگی همون صاحب اسم فرزندتو برای بچت بگو. 2 تا حدیثشو بگو. 2 تا دعایی که اون امام خونده، اسم بچت جواده، 3 تا داستان از امام جواد برای پسرت بگو، بذار اقلا بچت بلد باشه. 2 تا دعای امام جواد رو براش بخون، بگو پسرم اینا رو تو قنوت بخون، صاحب اسمته. این بچه بیشتر تقرب پیدا میکنه، علاقه‌مندی بیشتری داره، میگه آخ چون صاحب اسم منه امام جواد. الان شما بیاد تست کنید، خانم اسمش فاطمه است، بگید خانم شما 2 تا حدیث پزشکی از حضرت زهرا بگو، نمیتون. خانم 2 تا حدیث، اسمت فاطمه است دیگه، 2 تا حدیث روانشناسی تربیتی از حضرت زهرا بگو، نمیتون. آقا شما اسمت محمده، یکی از دعاهای قنوتی پیغمبر رو به ما بگو. آقا 4 تا حدیث پزشکی از پیغمبر بگو، 4 تا حدیث بهداشت روانی از رسول الله بگو، نمیتون. یه ضرب المثلی داریم ایرانی‌ها میگن اسمشو بیار خودشو نیار. قصه بعضی از ماها اینجوریه. اسمش علیه، اما اصلا با سیره امام علی آشنا نیست. بعد امام علی تو حکمت 73 داره میگه شما قراره مسئولیت به عهده بگیری، پدر بشی، مادر بشی، بایستی قبل از اینکه آموزگار بشی اول خودت بری اینها رو آماده کنی، به دست بیاری تا بتونی آموزش بدی. اجرتون با امام حسین. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تا پایان تماشا کردید. مراقب خودتون و عزیزان و خوبی‌های خودتون و عزیزانتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.